سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال نان خوشمزه افغانی. امروز برایتان طرز تهیه نان روغنی ساده و خوشمزه را نشان میدهیم. خب دوستان عزیز، این هم مواد لازمش که به مقدار ضرورت آرد، کنجد و سیاه‌دانه، نمک و بوره و مایه و روغن و به خیلی شکل آسان با یک داش گازی میتونیم این را درست کنیم. خیلی ساده. خب دوستان، حال شروع میکنیم به خمیر نان روغنی. خب دوستان عزیز، به قدر ضرورت آب را میندازیم. خب 1 قاشق هم نمک، 2 قاشق هم بوره، خب 1 قاشق هم خمیر مایه و روغن هم به قدر ضرورت و آب هم به قدر ضرورت. خب دوستان، حال تخته رو میمانیم روی میز و خمیر خود را خوب اینجا آماده میسازیم. خب دوستان عزیز، خمیر ما آماده شد و حال این را یک چند دقیقه میمانیم که خوب خودت تیار بسازه. خب دوستان عزیز، خمیر ما آماده شده. بیخی بعد از استراحت نیم ساعته خمیر ما آماده شده. خب این را با یک 3 زغاله رو تقسیم میکنیم. حالا یا زغاله شد و برای پختن آماده است دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، حالا زغاله ها آماده شد برای پخته کردن. خب دوستان، دیار خمیر خود را خوب آماده میسازیم، آوار میکنیم. خب دوستان، زغاله را به این طریقه خوب آمار میکنیم تا شکل ناخن خوب ظاهر شود. خب دوستان، یک کمی کنجد سیاه‌دانه در روش میندازیم که نان ما را خوشمزه و خوشبوی. خب دوستان، این را وارد گاش داش میسازیم.
خب دوستای عزیز، نان ما بعد از چند دقیقه آماده شده که به به چی نان به همین سادگی به همه قدر سادگی ما میتونیم که نان روغنی خوشمزه و خیلی خوشگل تهیه کنیم. خب دوستان، میرم سراغ نقشه بعدی. خب دوستان، یک نقشه خیلی خوب ساده را کار میکنیم که از این برنده استفاده میکنیم. خب دوستان، این را مورد داشت گازی میسازیم. اینم تا یک چند دقیقه تا سرخ شود. خب دوستان، حالا میبینیم که نان دوم ما در چه حالت است. به 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 به، خب سرخ شده، خوبش است. از این بهتر دیگر نمیشه. واقعا دوستان، خیلی نان خوبش و خیلی نان خوش استایل. خب دوستان، میریم سراغ نان سوم. میریم دوستان سر نقشه نان سوم که این را به نام چارگل هم یاد میکنند. و این هم نقشه هم کاملا متوسط گفته می شود و از این برنده هم استفاده میکنیم تا دیزاینش خیلی عالی بیاد. و از خشخاش سیادانه هم استفاده میکنیم. میریم سراغ داش گازی. خیلی آرام. خب دوستا، میریم سراغ نان بعدی ما که چگونه آمده. اینه دوستا، یک نان روغنی خانگی. خب دوستا، این هم شد نان روغنی خانگی که برای شما عزیزان تهیه کردیم. اگر ویدیو را دیدید، خوشتان آمد یا چیزی را یاد گرفتید، روی ویدیو لایک کنید و در یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را ببینید. و در قسمت کامنت نظرتان را بنویسید، مثلا کدام نان را دوست دارید یاد بگیرید.